بعد از ساختن اکانت در سیلر اکانت میایم به قسمت معرفیش. خب در این قسمت که آمازون سیلر سنترال نوشته صفحه اصلیش هست و در این قسمت ما میتونیم اگر در چند مارکت پلیس کار میکنیم با مارکت پلیس های با اکانت های دیگر ما بریم. در بخش سرچ ما میتونیم هر موضوع و مطالب را که میخوایم در موردش ویدیو ببینیم یا هم در موردش نیوز بخوانیم یا هم مطلب در این بخش سرچ میکنیم و بر ما در مورد هر چیزی که سرچ کردیم بر ما معلومات میکشه از خود آمازون. در این قسمت ما میتونیم که مسیجایی که بایر بر ما روان میکنه که بسیار در هلد اکانت ما تاثیر داره را پاسخ بدیم و ببینیم که بایر نظرش در مورد محصول چی است یا کدام مسیج بر ما روان کرد. در قسمت تنظیمات ما میتونیم بخش های مختلف از اکانت ما را چک بکنیم و در این بخش ها میتونیم زبان انتخاب بکنیم. چون فعلا مارکت پلیس ما ایالات متحده امریکاست، چندین زبان هایی که در اونجا رایج هست اینجا بر ما لیست کرده. در قسمت تنظیمات بیایم روی اکانت اینفو. در این بخش تمام معلومات اکانت ماست که از قبیل ای که اکانت ما فعلا چی هست، اندیویدوال هست، در کدام مارکت پلیس هستیم، بخش پیمنت، بخش بزنس انفارمیشن هم مورد بر ما نشان میده در بخش اکانت اینفو. و اگر کدام مشکل در اکانت ما وجود داشته باشه فقط میتونیم دمو بخش ببینیم. وقتی در بخش هلپ آمدیم در این بخش ما میتونیم امرا با آمازون هم ایمیل بکنیم بر آمازون و هم میتونیم مستقیم امرایش چت بکنیم که در اینجا مشکلات وجود داره که مشکل چی است، ولی اگر نبود ما میتونیم یک مسیج نو بگیریم و امرای آمازون مسیج بکنیم. خب در قسمت صفحه اصلی میاییم و در روی صفحه ما اینجا در استور میبینیم که در کدام کشورها ما استور داریم. در بخش اوپن آردر و بایر مسیج هم مربوط به فروشات ما میشه که مسیج میاد و در این قسمت اکانت هلد ما را میبینیم که یعنی اکانت ما چقدر سالم هست یا چقدر هلدش بالا هست. و در اینجا در بخش اکشن هر مشکلی که اکانت ما داشته باشه در بخش اکشن میایه و نمایش بر ما میده. و در این بخش میتونیم مینوهای مختلف را از جمله اد کردن پروداکت، منیج اینوینتری ببینیم که همچنان در قسمت مینو هم بر ما نمایش داده میشه که در بخش کاتالوگ بریم اد پروداکت میتونیم و دیگه موارد و در بخش اینوینتری هم میتونیم اینوینتری خود منیج کنیم هم موارد در مورد پروداکت ماست. در بخش شپینگ آردر همه موارد به مو بخش میشه. و در بخش ادورتایز چون فقط اندیویدوال هست فعلا ما میتونیم در بخش ادورتایز دیسکاونت بزنیم. این هم دیگه موارد است که باعث از این میشه که بزنس ما گراوت بکنه و از این آپشن ها میتونیم استفاده بکنیم. مینوهای مختلف هست در هر مورد بر ما اینجا مینو داده.